سلام. امیدوارم که چطورتون عالی باشه. خب بچه ما اومدیم با آموزش ارتفاع جلو که گفته بودیم، حالا میگیم. برای ارتفاع جلو اینو باید واکنین. شما این قطعه رو باید واکنین، با انبر قفلی چیزی واکنین به دقیقا شما به این سمت انبر قفلی رو بچرخونین تا این واز بشه. بعدش اینو واز کردیم با یه آچارالن، نمیدونم چند میخوره، واسه بعضی آچارالنه، واسه بعضی هم 4 سوه. اینم وا میکنیم. بعد که وا کردین اینم یه حالت اینجوری داره، اونم با انبر قفلی باید وا کنیم. اونم که وا کردین بعد کمک رو به این سمت پایین بیارین. کمک رو به این سمت پایین بیارین، کمک میچسبه به زمین، همینطوری راحت. بعدش آموزش بعدی رو آموزش کرپی میگیم. آموزش آوردن پایین، آوردن کرپی رو میگیم. بعد تا آموزشات دیگر فعلا بدرود.